بله سلام علیکم. علیکم السلام. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الو. بله شما را گوش میکنم. اگر جمله سوال داشتیم همین را گفتیم میگیم. بله بله گوش میکنم. همین شخص فقیر قربانی کردن میتونه یا نه؟ سلامت باشید. خب حضرت جان همین سلامت باشید. این برادرم سوال به مورد میکند، میگه انسان فقیر قربانی، میگوید که انسان فقیر قربانی کرده میتواند یا نه؟ شما ببینید اول اینکه قربانی از دیدگاه فقهی واجب است بر انسانی که اون انسان یعنی سالم است، آزاد است و در روزهای عید بای و دارا است، غنی است. برای انسان فقیر قربانی کردن واجب نیست. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم برای انسان‌های دارا میگه کسی که سعت و دارایی قربانی کردن را دارند ولم یضحی و قربانی نمیکند ولا یقرب مصلانا، جای نماز خواندن عید ما را نزدیک نشود، در نماز ما شرکت نکند. و در دیدگاه فقهی اگر انسانی دارا قربانی بر ذمه‌اش واجب بود و در روز امین 3 روزی که قربانی واجب است در این 3 روز عید قربانیش را نکرد و بیمار شد وفات کرد، بر ذمه اون واجب است که بر وارثانش وصیت کند از ثلث مالش قربانیش را بکند. در اون روز دایره میکنن قربانی میکنن، در اون روز دایره نمیکنن قیمت قربانی را باید ادا کنند، صدقه کنند، قیمت همون مال قربانی را. این برای انسان های دارا است. اما انسان فقیر بر ذمه‌اش واجب نیست. اما اگر از روی اخلاص، از روی کم و بیش داراییش اگر این قربانی میکند، قربانیش ادا میشه، قربانیش قبول میشه و به هر طور موه قربانیش اجر و ثواب میگیرد. اما ما داریم مثلا زکات دهندگان و زکات گیرندگان، باز داریم قربانی کنندگان، باز داریم قربانی اونانی که مصرف هستند، استفاده میکنند. بنابراین قربانی بر فقیر واجب نیست. اگر بکند قربانیش قبول است، قربانیش ادا می شود و باعثی اجر و پاداش است. و در کتاب های فقهی بعضی مسائل وجود دارد. اگر انسان فقیر نیت قربانی میکند، میراد قربانی رو میخرد، در اون زمان قربانی بر این واجب می شود. حتی یک انسان دارا گوسفند میخرد برای قربانی و یک گوسفند یک انسان فقیر برای قربانی گوسفند میخرد، هر دو اینها گوسفندها رو میارن و هر دو گوسفندها گم میشوند. گم میشوند در روز دوم یا سوم عید قربان، اینها در جایشان دو گوسفند دیگر میخرند، دو گوسفند دیگر میخرند و گوسفندهای اولی هم پیدا میشوند. انسان دارا الکی دو گوسفند دارد، میتواند یک چه قربانی کند. اما انسان فقیر النفل یجب بالشروع، نفل به سبب شروع کردن واجب می شود. بنابراین این انسان فقیر هر دو گوسفند را قربانی میکند. این مسائل بسیار مسائل نازک و دقیق هستند در کتاب های فقهی، خصوصا فقه مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. میگوید این انسان فقیری که برای قربانی گوسفند خرید آورد و روز عید گم شد، روز دوم سوم عید گوسفند دیگری را خریده بود قربانی کند و این اولی هم پیدا شد، هر دوش را قربانی میکند. الان واجب است که هر دوش را قربانی کند. و مسائل قربانی شما ببینید خداوند میگوید که نه پوست اون، نه پشم اون، نه گوشت اون بر خداوند نمیرسد، نه خون اون. و یناله التقوی منکم، اون بندگی و پرهیزگاری به خدا میرسد. پیش از اینکه خون قربانی در زمین بچکد در نزد خدا میچکد. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم فاطمه دخترش را امر میکردن که شما قربانیتون را مشاهده کنید، چون که زمان قربانی میکند برابری ریختن خون اون گناهان تو میریزد. فاطمه مشاهده کند، ببیند قربانیش را و بسا اجر و پاداش زیاد دارد قربانی به هر طور موهی اون.